یوتیوب ما خوش اومدید. خیلی خوش، خیلی خوشمزه. ما امشب داریم میریم ایت استریت، یه جاییه که موسیقی داره، کلی غذا و کلی نوشیدنی و اینجور چیزا داره، دسرای مختلف از کشورهای مختلف داره ولی از ایران نداره متاسفانه. و خیلی میشه مثلا شب خوبی داشته باشی، مثلا با دوستا بری و اینا. از جمعه شنبه یک شنبه از ساعت 4 تا 9 شب و از ساعت 8 تا 9 فریه به صورت رایگانه، ولی از ساعت قبلش باید، یعنی از 4 تا 8 پولیه و الان مطمئن نیستم، باید بریم اونجا بهتون میگم. فکر میکنم $15 یا $10، ولی قبلا یادم نفری $5 بود، ولی متاسفانه تورم به اینجا هم رسید و بلیط اینجا هم گرون شد $10 یا $15 نفری ورودی داره دیگه. اونجا که رفتی این پولی هم که میگیرن در واقع به خاطر اون نور موسیقی که هست برای تمیزی اونجا واسه این چیزا میگیرن و کلی نور پردازی و اینجور چیزا داره. بیشتر به نظرم رقصش و اینجور چیزاش خیلی حال میده و اینکه بری مثلا غذا رو که خوردی بری یه درینک هم بگیری، بعد بشینی مثلا با دوستا، مخصوصا با رفقا بشینی اونجا مثلا یه درینک هم بخوری و بعد خستگی یه هفته کار رو از تنت بیرون کنی. بله الان به پارکینگ نزدیک میشیم. شغلم هست. امشب برای بچه اومدن که بتره کنن. دوستان عزیز، همکنون ایت استریت خب یه سری چیزا داره. اول که دستشون درد نکنه یه خوش اومد بهمون گفتن، بعد اگه مریضین نیاین تو، حق دارن. بعد این تیفی $6 ولی من گفتم $15. ببخشید عذر میخوام تو ماشین $6. البته $5 شده 6. بعد پارکینگش هم که فریه، برای بچه های زیر 13 سال هم فریه. اینستا و فیسبوکشون هم دادن، گفتن بی زحمت ما رو فالو کنی. بله ببینیم چه خبره. یه نکته دیگه نگفتم، این که پتتون هم میتونه با خودتون بیارید، سگتونو. حالا من تا حالا ندیدم کسی گربه بیاره، ولی سگتون اگه فرندلی هست و حتما هم لیشش رو باید یعنی داشته باشید باش، بیاریدش، چون بدون لیش اجازه نمیدن و حتما هم باید سگتون فرندلی باشه. اگه کسی رو بگیره بعد براتون دردسر میشه، ولی بیارید سگتون رو حتما. Three, yes. Thank you.
حالش چطوره؟ باله. ببین اصلا یه کاری که باید حتما وقتی میای اینجا انجام بدی، بری این پشت این یه عکس بگیری. بیا من برم. آره. Hey there, lady. Hey. Do you want to try? Yeah, sure. It's a salted caramel. Hello. Hey. Salted caramel macadamia. Thank you. خوشمزن. That's a bit good, isn't it? Yeah. خیلی خوشمزه. خیلی خوشمزه. حیف که شکر. حتما امتحان کنید. یه مقدار شیرینه ولی خوشمزه. شور و شیرین بود. به نظر من شیرینیش بیشتر بود ولی امتحان کنید. خوشمزه. خوشمزه بود. کاذب شدید. بریم یه چیزی بهت بدم که نخوری. یعنی من میام بیت استریت فقط و فقط به عشق این چیزی که الان میریم میخوریم. انشالله که شما دوست داشته باشین، ولی هرچند میدونم خیلی ها دوست ندارن، ولی بخورید، امتحان کنید، چیز خوشمزه‌ایه. به ذریع اطمینان کنید. بریم جی جی جینگ داریم میرسیم به اونجا که عشق منه. این اویستره سایز جامبو، دونه‌ای $3.5 که البته 6 تا بخری 21. الان فریبا بار اولش میخواد امتحان. بگی عشقم. خیلی عجیبه، تجربه عجیبیه چون من تا الان نخوردم، اولین باره، بعد یه شکل عجیبم داره. امتحان میکنم. خوب همش بزن لیموها مخلوط بشه به حالت بد نشه. ببین جلوک ها هم بهش چسبیدن. بزنیم هم سلامتی. نمیدونم بخورم یا نه. یه درسته؟ بینیمو بگیرم؟ بخور. دوست داشتی؟ نمیشه بگی دوست داشتم. یه تست عجیبی بود، یه چیزی بود رفت پایین. پا دوست نداشته. حالا این تیری پا میاد. حالا خیلی هم خوشمزه، خیلی هم عالی. به نظر من این مغازه بهترین اویسترهای بریزبن داره، چون هر وقت میام تازه میخواین یکی رو نه دیگه نه اون یه مثلا میگو اگه غذای دریایی دوست دارین این واقعا به نظر من گزینه خوبه. من عاشق میگو اما این نه عجیب نپخته بود.
بچه اگه اوستر میخورید اینجا سطل مخصوص اویستر شل داره که بندازید تو سطلاش. اینم میشه داره. چه باله. خیلی فضایی دوستانه. شبیه پیراشگر خودم دونات دیگه. نه دونات کاراملی نوتلا و حالا من خیلی دونات دوست ندارم. چه صفی جلو اینه. اونجا رو بریم عکس بگیریم. بریم اینجا. اون اینقدر صورتش زیاده وایسا. تون داره میره. بریم اینجا. ما فکر می‌کنم اینجا نمیدونم احساس می‌کنم حالت ایژین استریت داره، غذاهای آسیایی و اینا. نه علامتش و اینا یه ذره شبیه اینجوریه. شبیه. از اینجا شروع کنیم. آره هوشمند. کباب کشم نمیگیره. بذار ببینم چه شکلیه. این شبیه چیه؟ شبیه این تایلند نبود؟ یه ذره سر چوب میزدن و اینا. این سس کره میزنه. به نظر میاد خیلی خوشمزه باشه. باید خوشمزه باشه. خب رسیدیم. این فکر کنم این ویتنامیه فریبا. من خیلی غذای ویتنامی دوست دارم. خوشمزه. آره. ظاهراً مواد داخلش بسیار خوشمزه است. نه این یکی ویتنامیه. نمیدونم اون چیه. فکر کنم چینیه. اون چینی بود. آره. حلال بود. غذای آسیایی زیاد میبینیم. خب این یکی این فقط الکله. آخه
از این فانوسایی که ژاپنی. آره البته فقط ژاپنی‌ها ندارن شرقی ها آره شرقی‌ها دارن. توی مراسم‌هاشون استفاده می‌کنن. این چاینیزه. اینم چه شانگهای نوشته. لیدل شانگهای. من تا حالا اینجا غذا نخوردم ولی جلوش که خیلی صعبه. چیزه پاستیل و آره پاستیل و شکلات و ایناست. بین بر اون بر ببین اون بر رودخونه است یعنی وقتی که هوا روشنه آره اونجا میشه رودخونه. یک فضای رویایی نزدیک فرودگاه هم. درسته؟ بذار یه چیزی نشونتون بدم. اینو ببین من از اینا قبلا تست کردم خیلی خوشمزه است یعنی اصلا باورت نمیشه که آره یعنی به قیافش که نگاه کنه ممکنه با خودت بگی که نوشابه‌ایش هم هست. من اینو شاید خیلی دوست داشته باشم. نوستالژیه درسته؟ ما کوچولوهاشو می‌خوردیم. من دوست دارم این پیتزا رو بخورم ببینم چه نه من نوشابه رو دوست دارم. قورباغه هم داره. کوه راسی خدایا من از اون گرفتم و واقعا هم خوشمزه بود. اصلا توقع نداشتم چون بزرگه آدم فکر میکنه مثلا الان طعم مصنوعی داره ولی اصلا اینجوری نبود. خیلی خوشمزه بود ولی فقط سفت‌تر برای اینکه فکر کنم بیشتر انسجام داشته باشم یه ذره سفت‌ترش کرده بودن ولی بخرید اگه دیدید. من از بیگ دبلیو خریدم. به نظرم نوشابه‌ایشو بگیر. فری با پایه این بستنی هستی تو انبر. آره اصلا خیلی خوشمزه. خوشحالی؟ اینو خریدیم 16 دلار. اسمش هم منگو سالده و من خیلی هر دفعه میمدم دوست داشتم اینو بخورم ولی میرفتم غذا میخوردم بعد وقتی میومدم این سولد اوت شده بود ولی این سری ما غذا نخورده گفتیم اول بیایم اینو بخوریم نوش جان کنیم بعد از خیلی خوش بود. طریق خوردنش هم اینجوریه. منگوش که خیلی خوش بود. خیلی خوش بود. خوشمزه تر از اینیه که فکر شده. البته من اینو منگو دوست دارم. توش هم تیکه های منگو داره با این ویفره بزنیم. Finished.
و به این چند میدی از 10؟ 8. به اویستره چند میدی؟ 4. خوبه گفتی دوست دارم. اویستره جدید بود. حالا من به این 7 میدم با اینکه خوبه، ولی من به اویستره 10 میدم. واقعا اگه اویستره دوست دارید حتما اویستره رو آره چیپس آنستی اینجا عشق منه. این سیب زمینیاش فوق العاده خوشمزه است. طعمای مختلف داره. نه ببین یه طعمه ولی نمک‌های مختلف روش می‌ریزن. مثلا این نمک مرغش بیشترین طرفدار داره که حالا ما هم نمک مرغ بگیریم. پنیر ناتو سرکه و نمک هم هست. شدیداً مهربونن تا میبینم فیلم برداری هست. آره الان اینو Thank you. من دوست دارم.
عالیه. چقدر داغه. خیلی خوشمزه. آره خوشمزه. خیلی خوشمزه. خیلی چند میدی؟ به این چند میدی؟ ده. منم بهش 10. خیلی خوشمزه. حتما امتحان کنید. $9 هم هست. قیمتش خوبه. این اصلا شور نیست. آره. آدم فکر میکنه حالا این وای چقدر شوره، ولی اصلا شور نیست. خیلی خوشمزه. فریبا خب این برام یه سمت دیگه شه که اینجا هم کار موسیقی انجام میدن، ولی خب مثلا لایت تره، مثل اونجا اینجوری بزن و برقص و به پر بالا و پایینی نیست. به نظر دینا چی؟ باسن خدایا دست بزن. این نرمه باسن باب اسفنجی هست و باسن این ستاره. با خودشون خدا بگی اینو چه خوشگله. روی در ماشین روی میتونی روی چسب. خیلی من باقی مورد علاقه فریباه. اینم ولی خیلی نازه. اینجا ببین با حنا تتو میزنه. چند؟ $10. این چیا داره؟ اون قیمتاش فرق داره. رام در If you like something, pull the picture out and bring it. شور چند؟ $12. با مزه است نیست؟ حیف که من حنا دوست ندارم رو دستم بره، وگرنه میمدیم با هم دیگه. کاستم دیزاین هم دارم. من از اینجا اختاپوس خوردم. دقیقا همین این سیرد اختاپوسه که $20 هم هست، ولی متاسفانه اصلا خوشمزه نبود. این صورت ها رو ببین چقدر باحاله اینجا. نظر زده سوپر سویت and juicy corn on the cob. من نمیدونم سسش چیه. 24 ساعت مرینیت شده. بگیری؟ والا تو عکسش یه شکل دیگه بود. از این چیزا هم داره فریبا. سیب زمینی رو ببین چه اطفاری کردن، به ترتیب قد یک جا نشستن، سس های مختلف. جالبه این اینه مثلا مثل یه چوبه. نه بابا اونا آره، ولی این شبیه پستان گاو که میخوای شیر بدوشی. این آره نگاه اینجوری نیست خدا بگیری. خوشمزه است.
عکسمون نشه. اینجا برگر داره، من تا حالا برگرشو نخوردم. نظر خوشمزه. قیمتاش هم مثل بیرونه ها، همچین ارزونی. نه اینکه بگی اینجا ارزون تره، نه. آخ 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 یه چیز داره خدا، این خیلی خوشمزه است. این میدونی چیه؟ یه دونه کیک خرماه، بعد توش گردو هم داره، بعد کیک داغ میان یه اسکوپ بستنی هم روش میذارن، سس کارامل هم میرزن. وای وای حیف که ما بستنی خوردیم و در رژیم به سر میبریم، وگرنه حتما میگرفتیم. بشه. من خیلی آبجو دوست ندارم. این دوست ندارم. ولی طعمتش بد نبود. منم دوست ندارم. ما اینو واسه آقای فیلمبردار خریدیم. خودمون دوست نداریم. به سلامتی بفرمایید آقای فیلمبردار. رستوران برزیلیه. من اینجا غذا خوردم اون بالایی برزیلیا بیف، اون خوشمزه است. اگه اومدین اینجا اینو بخورید. ولی ما الان فولیم وگرنه می‌بردم. It's not all bad news, everybody. I want to introduce everyone to this young man at the front here. His name I'm just gonna try out hot dog. خب ما اومدیم بیرون و
خیلی هم خوش گذشت. یه چند تا نکته فقط بگم که ورودیش $6 دوباره بگم پتتونم میتونید با خودتون بیارید. بعد فقط یه چیزی من اون موقع گفتم که 8 شب به بعد فریه، ولی الان که نگاه میکنم ببینم با اینکه الان ساعت 9 تقریبا ولی بازم دارن هزینه ورودی رو میگیرن، انگار مثلا فرق یکم کرده قوانین با قبل. تغییر. و من که خیلی دوست داشتم. تو چی؟ منم واقعا دوست داشتم، مثلا انرژی گرفتم، یه حس آره. و حال خیلی خوب داشت. خب غذایی که تست کردیم خوشمزه بودن. آره غذایی که خوردیم خوب آره، بود. خوب بود. یه عالم رقص و موزیک آره. و اصلا هر جاش میرفتی یه گوشه یکی داشت ساز میزد میرفتی و خیلی انرژی قشنگ. مثبت بود و یه تفریح خیلی خوبه برای آره بعد به از نظر ظهر من بخوام خیلی با تفریح دوستاتون خوبه. واقعا بیاید. نه با بچه هم با خیلی بچه، با خانواده، اوکیه، با دوست. خانواده آره. واقعا حس و حال خوب داره، هم در کنارش هم غذای خوشمزه. آره. رقص، شادی در فقط حواستون به پولی که خرج میکنین باشه چون اینجا زده $10 $9 به همین از این میخری از اون میخری یهو میشه چقدر؟ $100. از حواستون به پولی هم که خرج میکنین باشه. بعد در نهایت هم پیشنهاد میدیم. آره دوستانی که اصولی من که اینجا هستن، پیشنهاد آره. میدم، فریبام که تازه اومده پیشنهاد میدم 100%. من آدرسش هم حتما میذارم براتون و انشالله که بیاین لذت بهتونم ببرید. خوش بگذره. نظراتتون هم تو کامنت برامون بنویسید، بگید که اگه اومدید چطور بود. در مورد ویدیومون اگه نظری دارید پیشنهادی دارید حتما برامون بنویسید. بعد لایک کنید، سابسکرایب کنید. اگه هم احساس کردید مفید و دوست داشتید حتما واسه دوستاتون شیر کنید. ممنون دوستتون از شما. داریم. دوستتون داریم.